سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. پس از مدت‌ها برگشتم بچه‌ها با بررسی بخش گیمینگ این گوشی، یعنی سامسونگ گلکسی S24 اولترا. من اونایی که نمیدونن این گوشی رو از یه نفر هدیه گرفتم تو اینستاگرام، چون که اگه اینستاگرام منو فالو ندارید امیر بیتن حتما فالو داشته باشید. به سری مشکلات خورده بودم و به هر حال استوری گذاشتم و نظرسنجی گذاشتم اول تست گیمینگشو بریم، بررسی گیمینگشو بریم یا بررسی عادیشو کلا و بنچمارکاشو اینا، که بچه‌ها گفتن بررسی گیمینگشو بریم. و قرار امشب بهتون بگم که این گوشی آیا به درد گیم زدن میخوره یا اینکه اصلا لازمه برای گیم‌های سنگین اندرویدی شما حتما یه گوشی 1100-200 دلاری یا 60 میلیونی داشته باشید، یا اینکه نه مثلا میتونید با یه گوشی خوش قیمت تر هم این گیم‌های بزرگ رو اجرا کنید. این خیلی نکته مهمیه، چون که امسال سامسونگ برخلاف سالهای قبلی گفته که محفظه بخار خیلی خفنی برای S24 اولترا گذاشته و خودش میگه نزدیک 90% محفظه بخار بزرگتری نسبت به S23 اولترا داره. حالا ما اینو بررسی میکنیم و بهتون میگم که تو سه تا بازی که من قراره بذارم این گوشی تحت چه فشاری قرار میگیره. از الان بگم بازی کال آف دیوتی موبایل رو 120 FPS بازی میکنیم، خدمت شما عرض شود شادو آف فایت رو رزولوشن بالا 1440p تجربهش میکنیم و در آخر هم فیفا موبایل رو بازی میکنیم. سه تا بازی متفاوت. گنشین رو من نتونستم دانلود کنم چون که فیلتر رو یه خورده دردسر داره و یه تست کوچیک از هر سه تا این بازی ها میگیریم ببینیم که چه پرفورمنسی بازی بهمون میده و توی حین بازی کردنم بهتون میگم که حالا این بازی ها چجوری اجرا میشه روی S24 و چه ویژگی هایی رو بهتون موقع گیم زدن میده. یه سری ویژگی ها داره که خب میارده هاش ندارن، یعنی من گوشی قبلی که S21 FE بود یه سری پلاگین ها و گیم برنامه‌ای داره که این ویژگی رو ندارن. بریم شروع کنیم با بازی اول، یعنی شادو آف فایت 3 و ببینیم که چه پرفورمنسی بهمون میده. لیتس گو. خب بچه‌ها الان ما وارد بازی شادو فایت 3 شدیم. بذارید من این موزیکش رو قطع کنم و بریم تو تنظیمات گرافیکیش هم بهتون نشون بدم که بازی رو همه چی رو هایه و میبینید که رو اولترا دیگه، یعنی اصلا بالاترین گرافیک ممکنه. و میریم که حالا یه دست مچ بزنیم به قول معروف، ببینیم که چجوری اجرا میشه بازی روی این گوشی. و خب اینو بهتون بگم که بچه‌ها S24 توی بازی ها خیلی داغ نمیکنه معمولا و مخصوصا اگر بازی که انجام میدید خب خیلی دیتای زیادی نخواد داغ نمیکنه، ولی اگر قرار باشه بازی که انجام میدید سنگین باشه مثل گنشن و خب بخواین که خیلی هم باتری زیادی گوشیتون نداشته باشه ممکنه یه خورده فشار روش بیاد. همونطور که دارید میبینید ما داریم اینجا یه بازی خیلی با کیفیت رو میبینیم که جز بازی های سنگین و فایتینگ خوب اندرویده. من یادم رو گوشی قبلی یعنی S21 روی گرافیک های هم داغ میکرد و میبینید که الان گوشی فقط تا حدودی تو دست من، چون یه دقیقه قبلش هم داشتم بازی میکردم، گرم شده، اصلا داغ نیست. و خب اتاق منم به نسبت دمای بالایی داره الان. میبینید که گرافیک بازی واقعا خوبه. این افکت هایی که داره روش پیاده میشه یه جورایی جذابش میکنه. من اینو بزنم خیلی داره پر رو میشه من دارم حرف بزنم و بارشو ساختیم. همونطور که دارید میبینید خب این بازی نسبتا سنگینه و برای شاید بگید که خب حالا مثلا S24 فقط میتونه اجراش کنه، نه اینجوری نیست. یه بازیه که خب حتی یه گوشی میان رده طوری هم میتونن اجراش کنن. در مورد پردازنده و نوع سیستم عاملی که در از سخت افزاری که S24 داره من آخر ویدیو باز صحبت میکنم. بذاریم پکم باز کنیم تا اینجا این و اینکه آیا واقعا اگه شما 90 تا کلید بهمون داد، اگه شما میخوایم مثلا یه گوشی گیمینگ بخرید اینم میتونید جزو گزینه‌هاتون بذارید یا نه.
بریم یه مچ دیگه هم از این بازی بزنیم اگه این زرت پرتاشون رو زود رد کنیم و بعد بریم کال آف دیوتی موبایل، چون میدونم خیلی ها مشتاق این بازی هن. بریم کال آف دیوتی موبایل رو تست کنیم و ببینیم اون چیکار میکنه به 120. اوکی، یه کاراکتر دیگه آوردم که یکم بازی تنوع پیدا کنه. یا حاج خانوم. ببینیم بازی جذابی، اونه که فایتینگ بازن نه براش من خودم بازی میکنم. دیدین که اکانتم بالا بود بعضی وقتا. اوه داشتمون هم قویه ولی اصلا نگران نباشید، میزنیمش و بعد اینم رانده اول. به بک‌گراند پشت زمینه و تکسچرها دقت کنید. الان صفحه روی 80 ولی میتونید روی 1440p هم بذارید. یه نکته هست ولی اینجا اینه که بچه‌ها روی 1440p به شدت میشه گفت حدود 30% مصرف باتری میره بالاتر و خیلی از بازی‌ها هم بچه‌ها ساپورت نمیکنن. شما باید برید، حالا اونو باید بعداً توی چیز بهتون نشون بدم، توی بررسی عادی گوشی، چون اینجا خیلی ویدیو طولانی میشه. یه گزینه هست توی دیولپر آپشن که اگه فعالش کنید میتونید خیلی خوب و منطقی ببینید که بازی داره رو چه رزولوشنی براتون اجرا میشه. یعنی یه حالتی که حتما باید دیولپر آپشن رو فعال کنید و اگه اینو فعال کنید اینم بردیمش، میتونید بفهمید که این بازی در چه رزولوشنی اجرا میشه. آیا 1440p روش اثر داره یا نه فقط باعث میشه مصرف باتری و فشار روی چیپ گرافیکی بیشتر بشه. اوکی، فقط قبل از اینکه اینو تموم کنم بهتون بگم که یه سری بازی ها که ری تریسینگ پشتیبانی میکنن هم میتونه اجرا کنه اس24 اولترا، چون گرافیکش ری تریسینگ رو ساپورت میکنه. خب من اینو قطعش کنم بریم برای کال آف دیوتی موبایل. خب بچه ها الان همونطور که دارید میبینید ما تو تنظیمات گرافیکی کال آف دیوتی موبایلی و بذار من این اودیوشو ببندم، چون همه بازی ها ماشاءالله اودیوشون بالاست. موزیک بک‌گراند همچون چیزی داره. بیخیال میریم تو بازی زود، من بلند صحبت میکنم. اگه بخوام گرافیکو بیارم بالاتر بچه فریم ریت میاره 60 فریم و من میخوام 120 فریم بازی کنیم که فشار واقعی رو گوشی بیاد. بریم زود یه مچ بزنیم و بذار من اینو بزنم کنار که تو دست بامون نباشه. اوکی میریم مولتی پلیر و یه مچ ساده فعلا میریم، یعنی رنگ نمیریم که خورده زود بازی تموم شه، چون رنگ میریم دیگه من ایرپیاس. الان اسکرین رکوردر روشنه. طبیعتا وقتی اسکرین رکوردر شما روشنه بچه‌ها فشار دوچندان به گوشی میاد و اتاق منم گرمه حقیقتا. اینجا الان دماش فکر کنم مثلا روی 27 درجه از اتاق و الان گوشی گرم شده حقیقتا. داغ نیست ولی گرمه و شما این گرما رو مخصوصا تو قسمت صفحه و بغل دوربین 10 مگاپیکسلی حس میکنی که یه چیز عادیه، چون به هر حال تابستونه و بازی هم گوشی هم تحت فشاره. خب شروع شد، بریم که ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. امیدوارم که من زیاد تو نشستن خوب کال آف دیوتی نمیتونم بازی کنم، ولی خب حالا بریم. شب میخوام بازی میکنم وقتی که کال آف میزنم. 4 تا کیل بگیریم مثلا چی هست. خب اولین کیل رو گرفتیم. حقیقتا نگاه نکردم ببینم که مود بازی چیه. دفاع، حالا یه حالت دفاعیه، باید یه منطقه هایی رو آره نگه داریم. فکر کنم مود اینه. اینم دومین کیلمون. اینم سومین کیل. صدا پا و پشت سر نه دیگه دیر. خب فعلا جلوی برو شده برو. خب گوشی دیگه الان یک مقداری از حالت گرمتر شده، یعنی داره میره به سمت داغی فکر میکنم. آره دیگه. چه کیلی تریپل کی. آها 6 تا کیل.
هدشات قیمت نه رفیق خودمونه. از اینا اوه دیگه خودکشی کردم. کامیکازه بهش میگن به قول. آقا بچه واقعا الان گوشی تحت فشاره چون دیگه داغ شده دست من و طبیعی هم اصلا محیط گرمه. هم اسکرین ریکوردم بازی داره 120 فریم اجرا میشه. خب هنوز 120 فریم به نظرم برای گوشی ها سنگینه، مخصوصا اگر بخواید کنارش از گوشی یه کار دیگه هم بکشید. ولی اگه به صورت عادی بازی کنید نخواین رکورد بگیرید به نظرم اصلا داغ نمیکنه. یعنی من چون بازی کردم 120 فریم مثلا تو 60 فریم نمیتونم بازی کنم. کالا ببینید چقدر نرمه. البته شما تو یوتیوب بازم 60 فریم میبینید چون یوتیوب اصلا 120 فریم نداره ولی خیلی نرمه. بریم یکم نایفشون کنیم. اومدم عمویی نایف دوست داشتی گلم. و تمام ویکتوری گرفتیم. ببینیم ما چیز شدیم MVP شدیم. فکر نکنم نه ما MVP نشدیم ولی بردیم. ببینه دوستمون وولف هرکی بود MVP شد. اوکی من رکورد اینو بزنم. الان گوشی داغه بچه دیگه داغه ولی نورش اینا محدود نشده. افت فریمی هم من ازش ندیدم. خب بچه من میخواستم فیفا موبایل هم بهتون نشون بدم اما تا یه آپدیتی داده بودون و حالا نتونستم چیزش کنم ولی توی بررسی متنیم بهتون میگم. ببینید بچه ها این قوی ترین چیپست حال حاضر گوشی های اندرویدی رو داره. البته اگه بخوایم چیپست های اپل رو فاکتور بگیریم مثلا A18 پرو که تازه اومده ولی از لحاظ همچنان قدرت خام از A18 هم قوی تره. قدرت خامی که ارائه میده نزدیک 4.5 ترافلاپس قدرته. یعنی یه چیزای نزدیک حالت گرافیکی سری S ولی اینو با اون نمیشه مقایسه کرد چون این فضای محدود گوشیه و همه اینا روی کاغذه ولی خب همیشه چیپست های کوالکام قوی ترین گرافیک رو داشتن. یه نکته که خیلی مهمه اینه که خیلی ها میگن که خب حالا مثلا ما این گوشی رو بخریم فقط میتونیم گیم های بزرگ رو بزنیم. اصلا اینطوری نیست بچه. الان مثلا ما یه گوشی تو بازار داریم برای اونا که نمیتونن حالا بازی PC انجام بدن به خاطر قیمت سنگینش و کنسول هم ندارن. به نظرم یه گوشی که الان تو رنج قیمتی خودش بهترین گوشی برای گیم اندرویده پوکو X6 پروه چون که یه گوشی گیمینگ با پردازنده خیلی خوب. یه پردازنده‌ای که میتونه قدرت نزدیک به حتی اسنپ دراگون جن 2 رو بهتون بده یعنی گلکسی S23 اولترا پارسال و با قیمت مثلا 18-19 تومن خیلی گوشی خفنیه برای گیمینگ. حتی پوکو F6 هم گوشی خوبیه منتها اون چون با عرض نیمایی وارد نشده یه خود قیمتش به نظرم قیمت خوبی نیست یعنی زیادی گرونه و یعنی اونم اسنپ دراگون 8 جن S از این ضعیف‌تره ولی خیلی گوشی خوبیه برای گیمینگ. و در آخر میخوام اینو بهتون بگم که خیلی نکته حیاتی و مهمیه اینه که لازم نیست حتما برای گیم اندروید S24 اولترا داشته باشید. اتفاقا شاید اون شیائومی بهتر بتونه گیم رو اجرا کنه. چرا؟ چون معمولا گوشی‌های گیمینگ پوکو و شیائومی محفظه بخاره خیلی خفن‌تری از گوشی‌های پرچم‌دار اپل است. اصلا اپل که تعطیله یعنی اپل اگه برین چیزاشو ببینید باز کردنشو ببینید و تعمیرشو ببینید می‌بینید که عملاً چیزی به اسم محفظه بخاره درست حسابی نداره. فکر می‌کنم تازه آیفون 16 پرو مکس خورده محفظه بخارش بهتر شده و بیشتر لایه گرافیک استفاده میکنه ولی سامسونگ از S23 اومد محفظه بخار گذاشت و الان گوشه خیلی سریع خنک شد و میتونم بگم اگه اسکرین رکورد نگیرید آره این گوشه خیلی خوبه. همه بازی‌ها رو تا 2-3 سال دیگه هم راحت اجرا میکنه ولی در نهایت اگر پولتون نمیرسه به نظر من میتونید تهیه با گوشی‌های مثل پوکو X6 قشنگ 2-3 سال راحت هر بازی دلتون میخواد و
با کیفیت خوب اجرا کنید و پیشنهادم به شما اینه اصلا سمت اکسینوس های سامسونگ نرید، چون گوشی قبلی من که 2100 بود کاملا توی بحث پایداری و قدرتش اذیت میکرد، مشکل آنتندری و اینا هم داشت که اونا رو تو بررسی متنی کامل توضیح میدم و بهتون حتما پیشنهاد میکنم به سمت S23 پلاس، S24 پلاس یا S24 معمولی برای گیمینگ نرید. درسته قدرت خوبی داره ولی پایداری خوبی نداره. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. حتما بررسی متنی و عمل کردی که این گوشی توی مدت من تقریبا از که 2 هفته دستم رو میگم بهتون، اینکه دوربینش چجوریه و کلا استحالش چیه. امیدوارم لذت برده باشید. یادتون نره که لایک کنید، سابسکرایب کنید. سعی میکنم دوباره برگردم و ویدیوهای خوبی براتون میگیرم، مخصوصا با FC25 و به زودی زود میبینم.